الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، بارک الله فیکم. برادر از ما سوال کرده اند که حکم گوش کردن موسیقی در اسلام چیست؟ سوال اول این است. سوال دوم تعلق به موسیقی دارد، اون نشیدهای اسلامی که امروز به موسیقی آمیخته است، حکم این نشیدها چیست؟ بارک الله فیکم. ما پیش از اینکه حجت را از قرآن و سنت به شما بیان بکنیم، مختصرا بیان می نماییم که هر عملی حلال با حرام آمیخته شود، جانب حرامش غلبه میکند و این حرام است. ما حتی قاعده داریم که علما میگویند اذا اجتمعت الحلال والحرام غلب الحرام. اگر حلال و حرام در یک مسئله، حلال و حرام جمع بشود، در این حالت حرام غلبه مییابد، غلبه میکند. نشید در درونش سخنهای اسلامی خوب، ذکر و دعا باشد، اما با موسیقی این نشید انجام داده شود، با صداهای موسیقی امروزه، با آلت طرب، گرچنده که خواننده اش سخنهای خوب میخواند، ذکر و دعا میخواند، ما میگیم گوش کردن این نمود نشیدها که به نام اسلامی هستند حرام هستند و این نشیدها نشیدهای اسلامی نیست و گوش کردن این هم گناه کبیره است، به موسیقی داخل می شود. چرا که قرآن و سنت مطلقاً موسیقی را حرام کرد، خیلی که الان به شما بیان میکنیم. فرق ندارد که موسیقی همراه با سخن خوب است، همراه با ذکر است، همراه با دعا هست، همراه با اسماء الله و حسنا هست، که امروز اهل بدعت و اهل خرافات و زلالت موسیقی را آوردند و آمیخته کردند با این ذکرها و دعاها و با حتی به نامهای الله رب العزت و الجلال. و البته این یک بدعت و یک خرافات و یک گناه بزرگ نسبت همین نشید خواننده ها هست که به گناه بزرگ گرفتار می شود. اما حجت ما برای حرام بودن موسیقی، این سوره لقمان آیت 6 است که الله رب العزت و الجلال می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هر کسی از مردم لهو الحدیث، سخنهای بیهوده را، لغو را بخرد تا که مردم را از راه الله گمراه نماید، بغیر علم، بعلمانه، و همین و یتخذها هزوا، و با همین عملش هزو بگیرد، یعنی سبیل الله، دین الله را به مسخره بگیرد، برای اونها عذاب دردناک وجود دارد. محل شاهد اینجا لهو الحدیث است. ما اهل سنت و جماعت یک قاعده داریم. قاعده این است که قرآن و سنت باید به فهم صحابه فهمیده شود. همیشه این سخن رو ما تکرار میکنیم.
هر کسی که قرآن رو خودش میفهمد والله اعلم شاید کافر می شود. اگر فقط با فهم خود فهمد البته کافر و گمراه خواهد شد. وقتی که سنت را به قرآن همراه کرد و سنت را به فهم باز خود فهمید، به رأی خود فهمید، باز گمراه خواهد شد، از اهل بدعت خواهد شد. برای همین است که قرآن و سنت به فهم علمای امت یعنی صحابه این امت فهمیده می شود. مفسر قرآن کسی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حقش دعا کرده است و گفته است اللهم علمه التأویل، اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل. بار الها در دین فقهش کن و تأویل را یعنی تفسیر را به این نصیب روزی بگردان، تعلیمش بده. این ابن عباس رضی الله عنه بحر این امت در مسئله تفسیر میگن که این غنا است. لهو الحدیث این غنا است. غنا یعنی موسیقی هست. غنا کلمه عربی معنای فارسیش موسیقی. و مجاهد شاگرد ابن عباس رحمه الله هم میگن که لهو این طبل است. طبل دایره که طبلی که انسان ها میزنند. و این سخن در تفسیر تبری ذکر شده است، در تفسیر ابن کثیر هم در تفسیر امام بغوی هم ذکر شده است، در تفسیر تمام تفسیرهای معروف اهل سنت و جماعت ذکر شده است. و یکی از علمای کبار تابعین حسن بصری رحمه الله میگن نزلت هذه الآیه فی الغناء والمزامیر، این آیت در حق موسیقی و مزمار که من آلات های موسیقی هست نازل شده است. بارک الله فیکم. ابن القیم جوزی رحمه الله یک سخن بینوایت خوبی میزنند در کتاب اغاثة اللهفان لابن القیم رحمه الله. میگن که کافی هست که صحابه رضی الله عنهم و تابعین رحمهم الله در تفسیر این آیت سوره لقمان آیت 6 گفتند که لهو الحدیث که این البته غنا موسیقی هست، که به تحقیق میگویند این روایت از ابن عباس و عبدالله ابن مسعود و از دیگر صحابه ها روایت شده است. خیلی که ابو الصحباء از ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود خادم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در معنای قول سبحانه و تعالی میگه که من الناس ما یشتری له الحدیث، و از بعضی از مردم، و من اینجا تبعیضی میگن، و بعضی از مردم لهو الحدیث سخنهای بیهوده رو میخرد. میگن که عبدالله ابن عباس گفتند قسم به الله که نیست معبود غیر از او. این معنای آیت میگن لهو الحدیث این غنا هست. و این سخن را 3 بار تکرار کردند صحابه جلیل از کبار صحابه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. و این چنین این سخن از ابن عمر رضی الله عنهما. عبدالله ابن عمر این چنین میگویند که لهو الحدیث، لهو در اینجا معنای غنا موسیقی را دارد. البته صحابهان زیاد این سخن را گفتند و تمام تابعین و علما تا امروز 4 مذهب اهل سنت و جماعت به این اعتقادند که این آیت دلالت به آشکارا صریحا دلالت به حرام بودن موسیقی میکند. و این چنین جابر ابن عبدالله و اکرمه و سعید ابن جبیر و مکحول و میمون ابن مهران و عمر ابن شعیب و علی ابن بدیمه و غیر از اینها دیگر از علما در تفسیر این آیت، در تفسیر سوره لقمان آیت 6 میگویند که این آیت دلالت به حرام بودن موسیقی میکند. و این سخن را از نام این همه صحابگان و تابعین واحدی رحمه الله ذکر میکند که این سخن واحدی را باز ابن القیم جوزی در کتاب اغاثة اللهفان ذکر میکند. حاکم یکی از محدثین اهل سنت و جماعت در کتاب مستدرکشون در تفسیر
صحابه ذکر میکنند و میگویند که همه این انسان های ذکر شده میگفتند که این سوره لقمان آیت 6 دلالت به حرام بودن موسیقی میکند. و البته ابن القیم الجوزی هم همین گفته رو میگن که در کتاب اغاثة اللهفان میگن که البته این کلام حاکم یعنی امام حاکم در کتاب مستدرکش گرچنده که در وی بعض نظری وجود دارد شک نیست که سخنی درست است و اولا به قبول است، باید قبول کرده شود. نسبتی کسانی که متأخرین تفسیر کردن تفسیر عصر اول باید قبول کرده شد، چرا که اول این امت عالمترین امت بودند، مقصد قرآن را میفهمیدند. صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مقصد قرآن را همونها فهمیدند و به قرآن همونها عمل کردند و قرآن به آنها نازل شده است و اولین خطابی که قرآن کرده است به همین صحابگان کرده است و تفسیر قرآن را صحابگان از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم علما و عملا مشاهده کردند و این چنین صحابه ها عربی فصحا یعنی عرب هایی که با معنای یا استفاده لغت های فصحا تازه عربی استفاده می بردند و اونها می دانستند که کلمه حقیقتا چی معنی دارد و از حقیقت بیرون نمی کردند. این آیت اول بود که تمام سخنهای علما را ذکر کردیم که دلالت به حرام بودن موسیقی می کند و این چنین در سوره اسراء آیت 64 آیت آمده است که علما از صحابه روایت میکنند که این آیت هم دلالت به حرام بودن موسیقی می کند که الله میگه واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلبهم عليهم بخيلك. عموما محل شاهد این است که واستفزز من استطعت منهم بصوتك یعنی با صدایت کدام از اونها را میتوانی استخلف. واستفزز را علما میگن استخف یعنی دعوت نما، گمراه نما، از راه حق بیرون کن با سبب غنا یعنی موسیقی و آلت‌های طرب و به سوی گناه و معصیت دعوت کن. خیلی که این سخن را ابن کثیر و امام طبری از مجاهد شاگردی ابن عباس رضی الله عنه ذکر کردند و امام قرطبی در تفسیرش در تفسیر این آیت در کتاب تفسیر خودشون ذکر میکنند که فی الآیه ما يدل على تحریم المزامیر والغناء واللهو. در این آیت دلالت است که میگن آلت‌های موسیقی و آلت‌های طرب و موسیقی و لهو بیهوده این حرام است و این از صدای شیطان است و واجب هست که میگن انسان این را ترک کند. والله اعلم. و این چنین در سوره فرقان آیه 72 آمده است که والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. یعنی مؤمنان کسانی هستند که به دروغ شهادت نمیدهند، دروغ بر دروغ شهادت زور نمیدهند. شهادت زور یعنی دروغ شهادت دادن و هر زمانی که از پیش لغو مرور میگذرند کرامانه مرور میکنند که البته تفسیر این را علما میگن لا يسمعون الغناء، گوش نمیکنند، موسیقی را گوش نمیکنند. خیلی که ابن کثیر در تفسیرشون از محمد ابن الحنفیه روایت میکنند که اینجا لغو هم به معنای موسیقی میاد. این چنین شهادت زور، یشهدون الزور لا یشهدون الزور، در اینجا شهادت زور دروغ و این چنین میگن معنای زور به معنای الزور غنا و موسیقی میاد، یعنی موسیقی را اینها گوش نمی کنند که این چنین در تفسیر قرطبی طبری از مجاهد در قول الله سبحانه و تعالی الذين لا يشهدون الزور همین را آمده است که لا يشهدون الزور ای لا يسمعون الغناء، موسیقی را گوش نمی کنند که این صفت های مؤمنان است. مؤمنان موسیقی را گوش نمی کنند. و از طبری در تفسیر ابو جعفر و این چنین
از درون تفسیر ابن طبری وقتی که نظر میکنید میبینید که این آیت رو میگن دلالت میکند که مؤمنین از موسیقی به نهایت دور است. و میگویند که امام طبری انسان به واسطه همین گوش کردن موسیقی در بعض حالات به بدعت، خرافات، شرک و کفر و به دیگر چیزها قدم میگذارد. بارک الله فیکم. پس در دوام آیت و اذا مروا باللغو مروا کراما، امام طبری رحمه الله میگن که انسان های مؤمن کسانی هستند که وقتی که از پیش باطل گذشتند یا موسیقی گذشتند، در این حالت گذشتنشون کرام است. کرام این است که گوش نمیدهند، موسیقی را گوش نمی کنند و رد می کنند و رد می زنند. و این سه آیت از قرآن برای حرام بودن موسیقی بود. و این چنین در سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آشکارا واضحا در سنت ثابت قطعی الدلاله آمده است که موسیقی حرام است. چخیلی که امام بخاری روایت می کنند و در سلسله صحیحه الالبانی آمده است که البانی رحمه الله صحیح میدانند، میگن که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ليكونن من امتی اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. حتما میگند از امت من یک قوم های می آیند که در آخر الزمان، در بعضی از روایات آمده است فی آخر الزمان، در آخر الزمان، حر، زنا به معنای اینجا حر به معنای زنا آمده است. زنا را، حریر را یعنی ابریشم، شلکوی چیزهایی که حرام است پوشیدنش، این را، و خمر را، نوشیدن چیزهایی که انسان را مست میکند، شراب، و معازف، موسیقی را حلال میکنند. یعنی چیزهایی که در اصل حرام بود در آخر الزمان بعضی از امتهای پیامبر صلی الله علیه و آله می آیند نامهایش را تغییر میدن. در یک روایت دیگر آمده است که یسمونهم بغیر اسمه، نامهایشان را تغییر میدن. یعنی شراب را میگن که یک آب شفا بخش میگن، موسیقی را صوت روح بخش، این چنین نامهایش را تغییر میدن و حلال میکنند. حتی بعضی از مفتی های هم امروز پیدا شده است که به این فتوا میتید حلال بودنش، اعوذ بالله من ذلک. و در دوامش میگن که ولا ينزلن اقوام الى جنب العلم يروحون علم بصارحة لهم يأتيهم للحاجة فيقولون ارجع إلينا عموما ويدع العلم ويمسخ آخرين قتلهم وخنزنا إلى يوم القيامة. بسبب حلال کردن همین چیزها یک قوم از قومهای امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخر الزمان به میمون و به خنزیر، به میمون و به خوک نسخ کرده می شود، تبدیل داده می شود الى یوم القیامت، تا روز قیامت. البته این روایت امام بخاری است. بارک الله فیکم. برای همین است که وقتی نظر میکنید به سبب موسیقی در آخر الزمان عادتا در بعضی روایت‌ها خاص موسیقی ذکر شده است. یعنی به سبب خاص موسیقی را حلال کردن و گوش کردن موسیقی، یک قوم از قوم‌های امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آخر الزمان پیش از آمدن روز قیامت اونها از جانب الله به عقاب گرفتار میشند. عقاب این است که این انسان‌ها به میمون و به خوک تبدیل داده میشوند. اعوذ بالله من ذلك. با الله پناه میبریم که ما از جمله اونها باشیم یا ذریه فرزندان از فرزندان ما به این بلای بزرگ گرفتار شود. این آیت، این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 100% دلالت میکند که موسیقی حرام است. و البته این حدیث رو امام بخاری تعلیق ذکر کردن و کبار و بزرگترین علمای محدثین این حدیث رو صحیح میدونن، از ابن عباس، اسماعیلی، ابن صلاح، ابن حجر الاسقلانی، شیخ الاسلام ابن تیمیه، طحاوی، ابن القیم، صنعانی و غیر اینها بنوع زیاد به مانند آخرین اونها شیخ محدث البانی صحیح میدونن. ابن القیم الجوزی ذکر میکنند و میگویند که کسی که این حدیث را قبول نکرد
به سبب مذهب باطلش این ابن حزم بود. یعنی ابن حزم ظاهری عادتا در بسیار حالت مخالفی در بعضی از مسئله ها با علمای اهل سنت و جماعت هستند. اصولی این امام اهل سنت است لیکن عموما ظاهری هستند. برای همین میگن سخن این امام در این مسئله حدیث، نه مسئله آیات، در مسئله حدیث به اعتبار گرفته نمی شود. بارک الله فیکم. و در این حدیث دلیل هست. این حدیث دلیل می شود که تمام اسباب های موسیقی، اسباب های طرب نوازی، موسیقی نوازی، آواز از دوتار باشد، گیتار باشد، نیزه باشد، نی باشد، چیزی نباشد، به دست و پا و به دهان باشد، یا امروز این تکنولوژی هایی که برآمده است با اونها باشد، تمام نمود صوت هایی که آواز هایی که موسیقی میبرد حرام است، حرام است و حرام است و مسلمان در این مسئله نباید شک کند. از کجا ما این سخن رو گرفتیم؟ از اینجا که اولا رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتن یستحلون، حلال میکنند، یعنی این چیزها حرام بود که حلال کردند. از این حدیث میفهمیم که معازف، آلت طرب و این چیزها حرام بود، لیکن یک قوم میآیند حلال میکنند. این دلالت میکرد که این چیزها حرام است. پس بعد از این باز از این حدیث فهمیدیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم موسیقی را با همراهی چیزهای حرام ذکر کردن، به مانند زنا، خمر، حریر، ابریشم، که همه این چیزها حرام است و البته موسیقی هم حرام است. چه که این سخن را شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کردن. میگن که فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، اسم يتناول هذه الآلات كلها. در مجموعة الفتاوى ذکر است. این حدیث دلالت میکند که موسیقی حرام است و موسیقی این از اسباب های لهو در نزد اهل لغت است و این اسم به تمام آلات های اسباب موسیقی چه میکند؟ دلالت رو در بر میگیرد. و این چنین امام ترمذی در سننشون از جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنند که خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم مع عبد الرحمن بن عوف الى النخيل فاذا ابنه ابراهيم يجوع بنفسه فدعا في هجري ففاضت عيناه فقال عبد الرحمن اتبكي وانت تنهي عن البكاء؟ قال اني لم انهى عن البكاء وانما نهيت عن صوتين احمقين اجبارين فاجرين صوت عند النغمه لهو ولعب ومزامير الشيطان. یعنی حدیث از جابر بن عبدالله آمده است که روز رسول اکرم صلی الله علیه و آله برآمدند از خانهشون وقتی که با همراهشون عبدالرحمن ابن عوف وجود داشتند به سوی یک نخیل، یعنی یک درخت خرمای خشک، در حالتی که فرزندشون ابراهیم در دستشون بود و وفات کرده بود. ابراهیم را گذاشتند، گور کردند در حالتی که پیامبر صلی الله علیه و آله از چشمشون آب میریخت. وقتی که این را عبدالرحمن ابن عوف دیدن گفتند که ای رسول الله، آیا شما گریه میکنید؟ مگر شما ما را از گریه کردن نهی نکردید، باز نداشتید؟ پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند من شما را از این گونه گریه کردن باز نداشتم. من شما را از دو آواز احمق بی‌تمیزی بدترین دو آواز بینیت بد شما را من کردم. آواز یکم این آواز و صدای موسیقی، لهو و بازی و از مزمارهای شیطان است، از صداهای شیطان من شما را من کردم. و صدای دوم این ناله و فیغان و داد و فیغان کردن و کندن موی و بدن و سر و لباس در حالت مصیبت بلا، اما آب دیده کردن جایز است میگن. این حدیث را شیخ البانی در کتاب صحیح الجامع ذکر میکنه و میگن که این حدیث صحیح است. امام ترمذی ذکر میکنه و این حدیث هم دلالت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از موسیقی انسانها را از آلت‌های طرب و از مزمار شیطان منع کردند و این حرام است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میگن که صوتان ملعونان، صوت مزمار عند النعمه و صوت ویل عند المصیبه. دو صدای لعنت کرده شده است، صدا یا آواز مزمار یعنی آلت‌های طرب موسیقی در حالت نعمت، یعنی انسان وقتی که خوشبخت است موسیقی گوش بکند، و در دومین نمودی صدایی که ملعون است و لعنت کرده شده است این صدای در حالت مصیبت، انسان به مصیبت گرفتار شود صدا بلند بکند و گریه بکند. اسنادش را شیخ البانی
حسن میگن. البته دیگر از علما حسن گفتن در سلسله حدیث صحیحه در رقم 427 ذکر شده. والله اعلم. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث ذکر میکنن و میگن که لیکونن فی هذه الامه خصف وقذف ومسخ وذلك اذا شربوا الخمور واتخذوا القینات وضربوا بالمعازف. در این امت میگن، ببینید در امت اسلام خصف است و قذف است و مسخ است. انسان ها خصف میشن، انسان ها قذف میشن و انسان ها تبدیل مییابند و میگن ذلك و سبب این همه این بلاها مصیبت ها عقاب هایی که بسیار شاید این است که به نهایت چی می نوشند؟ خمر را، شراب را می نوشند و معازف میزنند. ضرب المعازف یعنی به نهایت به موسیقی داده میشوند، موسیقی گوش کن میشوند. و این حدیث هم با مجموع طرقش صحیح هست، خیلی که شیخ البانی در سلسله الصحیحه ذکر کرده است. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن ان الله حرم علی امه الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين وزادني صلاة الوتر. در کتاب صحیح حدیث صحیح است، در صحیح جامع شیخ البانی ذکر کرده و دیگر از علما این حدیث رو چی میگن؟ صحیح میگن. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن که هر آینه، یعنی البته الله رب العزت و الجلال به امت من شراب را، عرق را، قمار را و موسیقی را و کوبه یعنی طبل که امروز موسیقی نوازا میزنند، یک آواز طبل معروف است. و اما الفتین تنبور، یعنی اینم یک چلدرمه میگیم و یک به زبان تاجیکی. همه اینها میگن حرام است، الله حرام کرده است و در نماز ویتر زیاد کرده است. این معنای حدیثی است. و اینچنین ابو داوود در سننشون از نافع مولى ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنند که سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع اصبعيه على اذنيه. مولای ابن عمر نافع روایت میکنند که ابن عمر روز از روزها موسیقی را، مزمار را شنید و انگشتانشان را زود به گوششان ماندند و نه عن الطریق و از همین راه به یک طرف دیگر رفتند و به من گفتند که یا نافع هل تسمع شیئا؟ ای نافع آیا چیزی میشنوی؟ گفتم که نه نمیشنوم، یعنی آواز نابود شد. فرفع اصبعه من اذنی، انگشتانشان را از گوششان گرفتند و گفتند قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. مثل همین موسیقی من با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و بودم که مثل همین موسیقی به گوششان رسید، زود انگشتانشان را به گوششان مثل من انداختند. این حدیث رو هم ابو داود در سنن ذکر میکند. حدیث در سنن و مسند ذکر شد. حدیث صحیح است. توی کمش خیلی که علما سه دانستند، در جمله شیخ البانی در جامع صحیح ذکر کرده است. و امام قرطبی رحمت الله علیه زیر این حدیث تعلیقا سخن میکنند و میگویند که قال علماؤنا اذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم. الجمع احکام القرآن القرطبی. در جمع احکام القرآن القرطبی در تفسیرشون ذکر میکنن که علمای ما میگویند که میگن اگر حال سلف، حال صحابه فقط به آواز یک موسیقی همین گونه باشد، امروزه موسیقی ها چگونه موسیقی است میگن. البته موسیقی روز به روز بد شده ایستاده است و از امروزه موسیقی ها بدترین موسیقی ها از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. بارک الله فیکم. قول های امام های چارگانه را یا که قول های علما را در این مسئله بیاید نظر بکنیم. ما به شما قرآن را ذکر کردیم، سنت را ذکر کردیم، فهم صحابه را ذکر کردیم، بیاید نظر میکنیم به قول علما. اولا اگر نظر بکنیم به قول علمای چهار مذهب به مانند ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه کسی بودند که میگفتند گوش کردن موسیقی این گناه کبیره است و واجب است به هر یک انسان که ترک نماید. اگر ترک نماید موسیقی را گوش کند، گناه کبیره گرفته است. مثل زنا است، مثل دزدی است، مثل نوشیدن شراب است. اما امروز کسانی که خود را به ابو حنیفه نسبت میدهند گویا که جایز است فکر میکنند. البته این غلط است. امروز مذهب ابو حنیفه را بعضی از شخصان برای منفعت شخصی خود استفاده میبرند. زنا میکند، اعوذ بالله من ذلک، میگوید که ما سلفی نیستیم، ما حنفی هستیم. گویا در مذهب ابو حنیفه این چیز جایز است. این تهمت است. مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه
مذهب اهل سنت و الجماعت بود و حرام رو حرام میگفت. اما امروز بدبختان و ظالمان، غلو کردگان و اهل بدعت و ضلالت زدگان مذهب ابو حنیفه رو بازی گرفتند و با این راه میخواهند چیزی خواهند بکنند، میخواهند چیزی رو انجام بدهند، تهمت زنند به این دین. و البته این از ضرر این صوفی های بدبخت است که خود را از مذهب ابو حنیفه گفتند، لیکن اونها چیزهای خرافات را به این مذهب صافی اهل سنت و الجماعت داخل کردند. امام سفراینی در کتاب غذای الالباب تعلیق به مذهب امام ابو حنیفه ذکر میکنند و میگویند که و اما ابو حنیفه فانه یکره الغناء و یجعله من الذنوب. اما میگد ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمه الله غنا را، موسیقی را به نهایت بد میدیدند، یکره، اکراه میشمردند. اکراه در نزد ابو حنیفه یعنی حرام میشمردند و از گناه میدونستند. و این چنین تمام علمای اهل کوفه، مذهب اهل کوفه به مانند سفیان، به مانند حماد سفیان ثوری، حماد، ابراهیم النخعی، شعبی و غیر از اینها دیگر علما اختلاف در این مسئله نمی کردند. همشان میگفتند که این گناه است و گناه کبیر است و میگویند که اختلاف در بین علمای اهل بصره و علمای کوفه در منع موسیقی ندیدیم که همشون موسیقی رو حرام می‌دانستند. و این چنین شاگرد ابو حنیفه رحمت الله قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم وقتی که پرسیده شدند، یعنی وقتی که شاگرد ابو حنیفه را یک مرد آمد و پرسید که نسبت یک مرد که گفت یک انسان موسیقی گوش میکند، مزمار گوش میکند در داخل یکی از خانه ها، پس ابو یوسف گفتند که به غیر اجازهش، به اذنش به این خانه داخل شو و منکر را رد کن، از موسیقی انسان را بازدار. برای همین است که امام ابن القیم الجوزی مذهب ابو حنیفه را ذکر میکنند و میگویند که در نزد ابو حنیفه رحمت الله علیه شنیدن موسیقی گناه است و تلذذ به کفر، تلذذ کیف و صفا کردن به موسیقی کفر است. سبحان الله، یعنی شدیدترین مسئله در مذهب، در مسئله موسیقی این مذهب اهل سنت و الجماعت است. پس کجایت شما مردم اهل سنت و الجماعت و کسانی که خود را پیروی ابو حنیفه می نامید؟ امام مالک رحمت الله علیه این چنین امام اهل سنت و الجماعت از موسیقی و از گوش کردن موسیقی من کردند و نهی کردند. زمانی که از گوش کردن غنا و زدن به این چلدرمه ها و طبله ها پرسیده شدند، گفتند که آیا یک انسان عاقل میگوید که موسیقی حق است؟ و گفتند که این عمل را فقط فاسقا انجام میدهند و این سخن امام مالک در تفسیر طبری ذکر شده است. فاسق کیست؟ فاسق کسی است که در اسلام شهادتش قبول نیست. فاسق کسی است که در حق وی خیار این امت، امامان بزرگ این امت نماز نمیگذارند، نماز جنازه نمیگذارند، بلکه بر وی نماز جنازهش را انسانهای عادی و عامه مردم میگذارند. یعنی این فاسق است، یعنی کسی که به موسیقی مشغول است یا موسیقی گوش میکند بدترین انسان است. بیاید نظر میکنیم به امام شافعی رحمه الله که چی میگن. در مذهب امام شافعی رحمه الله صراحتا آمده است که موسیقی حرام است و امام شافعی رحمت الله علیه آشکار و واضح بیان کردند که موسیقی حرام است. خیلی که قاضی ابی طبیب الطبری و شیخ ابی اسحاق و ابن سباق این سخن را ذکر کردند و ابن القیم الجوزی در کتاب اغاثة اللهفان ذکر میکند و میگویند که سئل الشافعی رضی الله عنه عن هذا. امام شافعی رضی الله عنه از موسیقی پرسیده شدند. رضی الله عنه گفتند البته جایز است، در بعضی حالات، در بعضی نسبتی بعضی از علما هم همچون دعا جایز است. امام شافعی گفتند که اولین کسایی که این موسیقی را پیدا کرد، اول من احدثه الزنادقه فی العراق، اولین کسایی که موسیقی را پیدا کردند، به وجود آوردن، این زندیق‌های در عراق هستند. زندیق حالش به نوعیت حالت وزمین است، یعنی کفر نفاقی است. حتی ینهی الناس عن الصلاة و عن الذکر، تو اینکه میگند
به درجه رسیدن که مردم را از نماز باز داشتن، از ذکر باز داشتن و این میگن از کارهای بد است و نزدیک شدن به کبایر است. و ابن القیم الجوزی رحمه الله مذهب احمد ابن حنبل رحمه الله ابو عبدالله را ذکر میکنند که مذهب احمد ابن حنبل در این مسئله چی است. عبدالله فرزند احمد ابن حنبل میگویند که سألت ابی عن الغناء، من پدرم احمد ابن حنبل را از موسیقی پرسیدم گفت الغناء ينبت النفاق بالقلب، موسیقی نفاق را، منافقی را در قلب می سبزاند. و گفت بعد از این سخن امام مالک انما یفعله اننا الفساق، بعد از این سخن امام مالک را امام احمد میگویند که این عمل را فاسق ها انجام میدهد و این سخن هم در اغاثة اللهفان ذکر شده است. و این چنین امام احمد ابن حنبل پرسیده شدند که یک مرد وفات کرد و بعد از خودش یک فرزند، یک کنیز، یک جاریه گذاشت که موسیقی خوان است. پس آیا گناه به مرده می رود؟ گفتند البته گناه به مرده می رود. الله المستعان. پس غنا، موسیقی، تمام آلت‌های طرب حرام است و نص امام احمد رحمه الله برای آلات الله، برای حرام بودن آلات الله و غیر آلات الله به مانند تنبور یعنی چلدرمه هایی که زده می شود ذکر کردند. امام احمد حدیث ها و این آیات ها را ذکر کرده حرام بودن این را بیان میکنند. خیلی که همه این مذهب ها حرام بودنش را از آیات های ذکر کرده من و از سنت های ذکر کرده من گرفتند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگن که مذهب الائمه الاربعه ان آلات اللهو كلها حرام، مذهب امامان چهارگانه این است که البته تمام اسباب ها و آلات های لهو و موسیقی و معازف و اینها همه اش جمیعش به تمام نمودهاش حرام است. ولم يذكر احد من اتباع الائمه في آلات اللهو نزاعا، یگان نفر از پیروان این چهار مذهب، چهار امامان در همین مسئله نزاعی را، خلاف را ذکر نکرده است و این سخن شیخ الاسلام تیمیه در مجموعه الفتاوی ذکر شده است. پس این چنین شیخ الاسلام ابن تیمیه میگن که بدان که در مسئله موسیقی در قرون ثلاثه المفضله، قرن اول، دوم، سوم، نه در حجاز و نه در شام و نه در یمن و نه در مصر و نه در مغرب و نه در عراق و نه در خراسان، در بین اهل دین و صلاح و زاهد و عابد این چنین اختلافی نبود که این حرام است، همشون میدونن که این حرام است. اما بعد از رفتن قرون مفضله اصل سه آهسته آهسته موسیقی پیدا شد، لیکن علما این کار میکردن. البته موسیقی میگن در سه عصر وجود هم نداشت و علما اعتقاد میکردن که حرام است و در سه عصر پیدا شد و علما البته موسیقی رو حرام کردند و این سخن هم در مجموعه الفتاوی ذکر شده است. الله المستعان. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میگویند که هر کسی که قرآن را ترک میکند و به گوش کردن موسیقی مشغول است یا که هر دو را آمیخته میکند، لذت ایمان از این بنده نابود میشود، به گناه واقع میشود، البته ایمانش ضعیف میشود و از الله دور خواهد شد و این سبب میشود که آهسته آهسته از قرآن دور میشود و خرسندیش و خوشنودیش نابود میشود و در شنیدن قرآن لذت از اون دیده نمی شود. وقتی که قرآن را میشنود میگن با قلب یک
ناآرام با قلب مغلق و محکم میشنود. الله المستعان. پس در سلسله صحیح البانی هم میگویند که اتفقت المذاهب الاربعه على تحریم الالات الطرب كلها. تمام امام های چارگانه اتفاق کرده اند که تمام نمود آلت ها حرام است. البته شیخ البانی یک کتاب نوشته است رحمه الله آلت الطرب، آلت طرب، که در اونجا زیاده از 28 حدیث ها را صحیح و ضعیف را ذکر میکند و 8 صحیح را حدیث های صحیح را ذکر میکند. پس ابن القیم الجوزی رحمه الله میگویند تو نمیابی یگان نفری را که غنا را، موسیقی را گوش کرده باشد، مگرم این یا بجز این که این انسان در راه گمراهی است، ضلالت است، خجالت است و از هدایت دور است، هم از نظر علم و هم از نظر نظر. و در این رغبت شنیدن موسیقی دیده می شود نسبت به قرآن. قرآن را به یک طرف گذاشته است. و ابن القیم الجوزی میگویند که موسیقی این رقیه زناست، یعنی کسی که موسیقی را گوش میکند عاقبتش زناکار خواهد شد و شرک شیطان و شرک شیطان خواهد برد، آیستاست مشرک خواهد شد و خمرة العقول و مست کردن عقل است. میگه و یسد عن القرآن اکثر من غیره من الكلام الباطل، و از قرآن انسان را بسیار بینهایت دور میکند، از دیگر چیزها دیده انسان را موسیقی از قرآن دور میکند. و یک بیت زیبایی را ابن القیم جوزی ذکر میکند و میگن که حب القرآن و حب الحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعان والله ما سلم الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن وإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. یعنی بر قلب یک انسان، بر دل یک انسان دوست داشتن قرآن و دوست داشتن موسیقی، آلت‌های طرب و لحن‌های بیجا جای نمی شود. هیچ وقت در یک قلب دو چیز جا نمی شود. لا یجتمع فی جوح مؤمن شیئا، در دل مؤمن دو چیز، کفر ایمان، موسیقی و ایمان قرآن، این چیزها جمع نمی شود. پس باید انسان از این چیزها باخبر باشد. بعد از این به ما، بعد از این سخنهای علما بیان گشت که قرآن حرام کرده است، سنت رسول اکرم صلی الله علیه و با سنت های صحیح بیان کردیم که بیان شده است که حرام است و این چنین 4 امام موسیقی را حرام کردند. اما یک استثناء را ما باید به شما ذکر کنیم. از درون آلت های موسیقی و طرب یگانه استثنای این دوف میگن. دوف چیلدرمه ای که آهنچه های شرق شروق نداشته باشد، صدای شرق شروق، یعنی آهنچه های در درونش کرولچه ها نداشته باشد. یک. دویم چیلدرمه ای که در آتش تصفانیده ترنگ کرده نشده باشد. چیلدرمه خالی، چیلدرمه ای که آوازی کمی ناپخته میبرارد. این نمود چیلدرمه استفاده بردنش زدن است در روزهای عید و در روزهای نکاح، خرسندی برای خاص زنها جایز است. باید فهمید خاص برای زنها. بعضی انسانها غلط فهمیدند، بعضی طالب علم هم غلط فهمیدند، گفتند استثناء یعنی چیلدرمه زدن جایز است هم به مرد و هم به زن. این غلط است. به مرد حرام است. به مرد تمام نمود آلت گوش کردنش، استفاده کردنش حرام است. خواه چیلدرمه باشد، خواه شقر داشته باشد نباشد، چیلدرمه دریده باشد، تصفانیده نتصفانیده باشد، برای مرد حرام است. اما از درون تمام نمودهای آلت طرب، اسبابهای موسیقی، یک نمود چیلدرمه بیشقر شقردار، چیلدرمه که سخت تصفانیده آوازش را خوب نکرده باشد و کمی آواز ناپره برآید، در این حالت آواز پلغده میگوییم با زبان تاجیک، آواز پلغده برآرد. در این حالت استفاده کردن این نمود چیلدرمه در روزهای عید و در روزهای نکاح و خرسندی در بین زنها اجازت است.
در بین زنها، که بر این دلیل صحیح البته دلالت میکند. خیلی که شیخ الاسلام رحمه الله میگن ولكن رخص النبي او رخص النبي صلى الله عليه وسلم في انواع من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بالدف ولا يسق بكف. اما میگن لیکن میگن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به زنها نوعی از لهو را در روزهای خرسندی عرس توی شوهربرایی اجازت دادند که این به تنها زنها است و این زدن دوف است. زدن دوف یعنی چیلدرمه که گفتیم پلغده آواز برآورد در روزهای عروسی و خرسندی ها، در روزهای عید. و اما گفتند نسبت مردها در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ چیزی نسبت اونها ثابت نشده است که صحابگان چیلدرمه زده باشند یا که به دستشون تصفیق، یعنی ما میگیم امروز چپک، یعنی با دست دو دست رو زدن با کف دست. این چونین قرصک هم میگیم، البته قرصک زدن یا که چیلدرمه زدن، این چونین چیزهای نسبت مردها وارد نشده است و جایز نیست و از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و آله دیده نشده بود. بل ثبت عنه في الصحيح انه قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، یعنی هشتک کشیدن، با دست زدن، اینها همش در حق زنها است و در حق مردها تسبیح گفتن است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لعنت کرده اند زنهای را که خودشون را به مرد تشبیه میتیند و لعنت کردن مردانی که خود را به مرد، لعنت کردن مردهای را که میبخشید خود را به زن چی میکنن تشبیه میدن. البته معنای سخن شیخ الاسلام تیمیه که این سخن را در مجموعه الفتاوا گفتند این است که هر مردی که چیلدرمز میزند و در این حالت رقص و بازی میکند این خود را به زن تشبیه کرده است و به لعنت گرفتار شده است. زنهایی که امروز موسیقی را گوش میکنند با این تمام نمودهای موسیقی، البته اینها هم به عمل حرام دست دادند. زن و مرد این نمود موسیقی که امروز به تمام نمودهاش گوش کردنش گناه کبیره است، البته حرام است، اما فقط یک چیلدرمه گفتیم جایز است که شرط شروطش رو بیان کردیم. و از حدیث عایشه رضی الله عنها آمده است که عایشه رضی الله عنها میگویند ابوبکر دخل علی ابوبکر و عندي جاریتان. ابوبکر پدر عایشه رضی الله عنها مادرمان هستند. ابوبکر برای زیارت حضرت عایشه می دارند که در نزد عایشه دو جاریه، یعنی دو کنیزه که نشسته است از انصار، یعنی دخترچه های خرد از انصار نشسته است و تغنیان میگد که شعر میخواند بما تقاولت به الانصار فی یوم بعاث، یعنی همون شعرهایی که انصاری ها در حالت های جنگ شدن، شعرهای برای شجاعت، برای پیشبرد شجاعت میخوندند. ابوبکر گفتند که آیا در خانه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مزمار میکنید؟ مزمار شیطان در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدید؟ ترک کنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ابوبکر گفتند که این روز عید است، ذلك فی یوم عید الفطر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که این در روز عید فطر که بود، گفتند که یا ابوبکر ان لكل قوم عید، هر یک قوم عید دارد و این عید ما است، بگذار این عمل رو انجام دهند. این روایت صحیح است، در صحیح ابن ماجه روایت شده است. اما این روایت دلیل برای استفاده کردن موسیقی نمیشد، چرا که در اینجا اصلا موسیقی استفاده نشد. در اینجا شعر، غزل، نشید استفاده شد که نشید با دوف خوانده شد، با دوف خوانده شد و نشیدشون معنا داشت. نشیدی معنای شجاعت داشت، نه امروزه نشیدهای یا امروزه موسیقی که از اول تا آخرش سخنهای بی‌معنی حتی کفریات وجود دارد. پس کسان امروز این را دلیل میگیرند برای جایز بودن موسیقی. البته جاهلترین انسان ها اند، ضال و مضل هستند و از قرآن و سنت بیخبر هستند و این حدیث عایشه رضی الله عنها برای اونها، البته اونها از این حدیث حجت گرفته نمیتوانند، بلکه این حدیث حجت بر ضد اونها است. خیلی که ابن القیم جوزی رحمه الله این سخن را ذکر میکنند. و ابن الجوزی، فرج الجوزی میگن که
عایشه رضی الله عنها در این زمان بینویت کوچک بودند. در همین وقتی که این حادثه شد بینویت کوچک بودند و بعد از اینکه به بلاغت رسیدند و بعد از اینکه به بزرگی رسیدند همیشه عایشه رضی الله عنها غنا را یعنی موسیقی را بد میگفتند و رد میکردند که انسان ها نباید موسیقی گوش بکنند. و فرزند برادرشان قاسم ابن محمد بینهایت سخنهای سخت در مسئله غنا میگفت که از عایشه رضی الله عنها شنیده بود. خیلی که این را علما ذکر میکنند. بارک الله فیکم. پس این روایتی که از عایشه کردیم دلالت به جایز بودن غنا نیست، بلکه این هم حجت بر ضد اونها است، بر ضد کسانی که غنا را یعنی موسیقی را حلال میدانند. پس این بود مسئله غنا. بله طولانی شد لیکن باید که ذکر کرده میشد. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگویند که غنا به خود ضررها دارد، موسیقی به خود ضررها دارد. میگن که این موزیکه ها، این معازف ها، این یک خمر شراب نفس است که بزرگتر از شراب آبینه که انسان می نوشد. انسان میگن وقتی که به آواز مست شد به درون وی شرک داخل می شود، مائل به فحش می شود، مائل به ظلم می شود و شرک را انجام می دهد. قتل آن نفس هایی که الله سبحانه و تعالی حرام کرده است اونها را به قتل می رساند، زنا را انجام می دهد. و این سه چیز یعنی شرک، قتل و زنا میگن از انسان های بسیار موسیقی گوش کننده دیده می شود. پس البته این درست است. روح برای روح میگن موسیقی به مانند یک خمر است و موسیقی گوش کننده به سبب گوش کردن موسیقی مست می شود و به تمام فحشاها دست می زند. و مقدمه زنا همین موسیقی هست و مقدمه داخل شدن جن، داخل شدن شیطان به جسم انسان و بازی داراندن انسان این هم همون موسیقی است، برای آنکه انسان مؤمن هیچگاه به تسلط جن نمیدارد. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. اما بخصوص غناهایی که امروز به وجود است، همه این سخنهایی که ما میگیم به غناهای موسیقی های بود که در زمان قدیم، اما امروزه موسیقی ها باز حرام بودنش سخت‌تر است. چرا که امروزه موسیقی ها هم از نظر سخنهایی که در آن گفته می شود متنش هم بدترین متن است، یا به زنا یا به حب و عشق به شرک و کفر دعوت میکند، معنی ندارد، شراب و می و این چنین موسیقی هاش هم به نهایت موسیقی های فتنه انگیز و موسیقی های مست کننده و موسیقی هایی که انسان را از حالت انسان بیرون میکرد و انسان را به شهوت وادار میسازد. و تمام جوان هایی که امروز به موسیقی دست دادند به بلاهای شهوت، بلای شرک، بلای فتنه، برای خرافات، برای کشتار و قتل، برای به این گونه بلاها دست میزنند. پس اون کسانی که مطرب هستند، مطربه ها هستند، خواننده های موسیقی نواز ها هستند، همه اشان به عذاب بزرگ در این دنیا و آخرت گرفتار خواهند شد. یا توبه به سوی الله میکنند و این عملی بدشان را ترک میکنند، یا اینها عذاب سختی را انتظار خواهند شد. چرا که اینها دو عذاب دارند: عذاب این که مردم را اینها گمراه میکنند و پول مردم را حرام میخورند و این چنین خودشان این کار حرام را انجام میدهند، خودشان با موسیقی گوش میکنند که این چندین حرام یک شده است و همه اش گناه کبیره و حرام است. بارک الله فیکم. علما میگویند که با همین سخن را به پایان میرسانیم. هر کسی که به غنا مائل شد آخر کارش منافق خواهد شد. یعنی کسی که بسیار موسیقی را گوش میکند در آخر منافق خواهد شد و اما خودش بیخبر میماند. پس حذر کنید و حذر کنید از تمام نمود موسیقی ها، از تمام نمود موسیقی ها، حتی اگر این موسیقی ها به نشیدهای اسلامی در آورده باشد خود را دور بکنید. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.